ملک یا بذار یه داستان برات تعریف کنم، ولی یه کوچولو. بودش دارم یوزد دیدم تو داره یقمو میگیره پوزر. شرایط جوری بود تو سر میره بالا همش پوز بد. کلافت دستم خونواده 14 شغل عوض کردم وای در رو دنبالمونه کلان همرومه بزد کل فرصت مرد چف شدیم توی بومبست 15 خوردم تک افسری نداد بهم فرصت بدونی که بگه چیه جرمم. قضیه از اینجا شروع شد که شدم 16. عشقش بود پر وید شوز بگ فرار خونه اون شب عقاید زیر پله شد اون رفت رسیدم 17 دیدم کلمات میده بهم حس پستر موج میزد توی کل ورسم تور ماهی گیری پن میشد کف خلی زیر چشم شده گودت بسته بودم بگیرم فون اینقدر تاریک فقط معلوم بود نور چشمک زن جزیره میذاشتم تو بازو کلی زور که بیاد بالا یه دونه نون تاریکیو درک کردم با تمام جون 18 دیدم دارم میرم بطلق بعد سگ دوی شرکت کرد برام کرچق بزن جارو نبینم نشتو دیر بیاری برام وگرنه میدمت هر صد فاک لایف میووردم دخلشو پایین اگه بود همرامون روز شادگان هی میزد به سرم خودمو بندازم پایین شام گلا بلا دردم میومد صدا خنده 19 وارد بزرگ ولش این چند سال اینقدر غرق تو پست و قرض که دیگه نفهمیدم چی شد زندگی دیگه راهی هم برا برگشت به خونه نیست خیلی وقت گذشته فقط رپه که میده بهم امید ای بابا قطعش